اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا یا لیتنا نرد ولا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنین. ماه مبارک رمضان، ماه رحمت، ماه مغفرت، ماهی که خداوند متعال در این ماه هزاران انسان را، هزاران جهنمی را از جهنم آزاد می کند. ماه آزادی، ماه مهمانی ویژه خداوند متعال و این ماه مبارک را بر همه مسلمین مخصوصا به شما عزیزان تبریک عرض می‌کنم و همینطور شهادت ضربت خوردن مولا امیرالمؤمنین علیه السلام را به همه مسلمین مخصوصا شیعیان و شیفتگان حضرتش تسلیت عرض می‌کنیم. خداوند ما را از پیروان واقعی حضرتش قرار بدهد و همچنین رحلت مرحوم سید حاجی حسن را به همه خانواده‌اش، به پسران برادرش مخصوصا جناب آقای سید سکندر از طرف خودم و از دلیابت شما به محضر ایشان تسلیت عرض می‌کنم و همینطور از جانب ایشان از همه شما عزیزانی که زحمت کشیدید، خلاصه در این جلسه فاتحه شرکت کردید، در ختم قرآن شرکت کردید، از همه شما عزیزان تقدیر و تشکر می‌کنیم. خداوند انشاءالله برای همه ما و شما اجر و پاداش عنایت بفرماید. باز هم جهت شادی ارواح گذشتگان مؤمنین و مؤمنات، ارواح گذشتگان خودمان، مخصوصا مرحوم مغفور تازه گذشته سید حاجی حسن مرحوم صلوات می‌کنم. من فقط این آیه مبارکه را خدمتتان معنا کنم و بعدم ذکر توسل و از همتون التماس دعا. ما یک روز داریم به نام روز حسرت، به تعبیر دیگر روز قیامت نامهای زیادی دارد. یکیش همین قیامت که یک سوره قیامت هم داریم، درباره قیامت یک سوره نازل شده است. یکی از نامهای قیامت حسرت است، یوم الحسرت. یوم الحسرت یعنی چی؟ یعنی در روز قیامت مردم حسرت می‌خورند. حتی اگر کسانی که اعمال خوب انجام دادن حسرت می‌خورند، کسانی که اعمال بد انجام دادن حسرت می‌خورند. چرا کسانی که اعمال خوب انجام دادن حسرت می‌خورند؟ او کسایی که اعمال بد انجام دادن که خود معلومه که حسرت می‌خورند، تأسف می‌خورند. اما کسانی که اعمال نیک انجام دادن چرا حسرت می‌خورند؟ به خاطر که کسانی که اعمال خوب انجام دادن اونا حسرت می‌خورند که کاش اعمالی بهتر و بیشتر انجام می‌دادیم که امروز به درد ما می‌خورد. عزیزان خوب توجه داشته باشید. ای کاش بیشتر اعمال انجام می‌دادیم که امروز به درد ما می‌خورد. چون در روز قیامت با اعمال انسان خدا معامله می‌کند. حساب و کتاب خدا نسبت به بندگانش با اعمال است. چون اونجا مال نیست، ثروت نیست، پول نیست، هیچ چیز نیست. انسان باید در اونجا تمام حساب و کتابی که برای خدا باید بدهد با اعمالش باید بدهد. چون اگر مثلا یک کسی از کسی بدهکار باشد
یک کسی سر کسی حق داشته باشد باید از اعمال خود به او پرداخت کند. ولذا کسانی که اعمال نیک هم انجام داده‌اند حسرت میخورند که کاش ما بیشتر اعمال انجام بدیم، کاش در شب‌های قدر در ماه مبارک رمضان بیشتر اعمال انجام میدادیم. ای کاش اینقدر که علما داد زدن، فریاد زدن، روایت خواندن، این همه مثلا برای ما آیات خواندن که مردم اعمال در ماه مبارک رمضان چقدر ثواب دارد، چند برابر اعمال دیگر ماها هست. ای کاش به اونها گوش میدادیم، ای کاش خلاصه بیشتر اعمال انجام میدادیم. اینکه علما به ما گفتن در ماه مبارک رمضان یک آیه، تلاوت یک آیه برابر ختم قرآن در ماه‌های دیگر هست. کاش اینو گوش میدادیم، کاش میرفتیم زیر صحبت‌های علما و گوش میکردیم و عمل میکردیم. لذا حسرت میخورد. اما اونهایی که عمل بد انجام دادن، اعمال بد انجام دادن، اینها بیشتر حسرت میخورن که چرا تغافلی کردیم، چرا غفلت کردیم، چرا حرف ملا رو گوش نکردیم، چرا علما از دنبال ما روان بود ولی ما متاسفانه